جنبش اعتراضی ریستارت چی فکر می‌کنه؟ تصوف و اریستوکراسی ارائه میده و قرار امپراتوری کوروش بزرگ رو احیا کنه. بعضی از گروه‌ها هستن که تحت عنوان ریستارت که من با این روش‌های اینجوری نمیتونم، ذهنم کار این موضوع قدیمی است سیما که حالا دیگه ایران نیست سالها. His name شومنوان سید محمد حسینی رهبر یا لیدر جنبش و یا اپوزیسیون عملگرای ریاست. این ایده خودش رو تبدیل به یک ایدئولوژی میکنه و میشه یه جریان جدی در حدی که در شورای امنیت سازمان ملل اسمش مطرحه. Burn down government mosques and police stations. و بالاخره ریستارت. جریان ریستارت چیه؟ ریستارت کی آوردش تو برنامه؟ آقای سید محمد حسینی. محمد حسینی. سید محمد حسینی. سید محمد حسینی. سید محمد حسینی. در چهره یه لیدر ریستارت یه کمپینی رو راه انداخت که اصلا مردم جا خوردن، واقعا انتظار نداشتن. محمد عاشق مردمش بود، عاشق وطنش بود. در رابطه با ریستارت صحبت می‌کنه. ریستارت آمده بودش برویایی داشته دیگه. شما دید ما الان زمانی اینو نداریم که شو اجرا کنیم و متاسفانه شومن‌های سیاسی زیاد شده. 100% باش مخالف هستم. مگه نباید ریستارت کنیم که درست بشه؟ ریستارت زنده باد. حادثه دیما، شجاعت در دیما کار ریستارتیا بود. امکانات فضای مجازی تا دلقک اون دیوانه خلوچل ریستارتی دیگه مثلا مساجد رو